سلام، چطورین بچه خوبین؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. بعد از یه غیبت خیلی طولانی، غیبت کبرا، بالاخره من برگشتم و گفتم قبل از اینکه این ولاگو شروع کنم و کلا به روتین قبلی که هفته یه دونه ویدیو داشتیم برگردم، اول یه سری توضیح بدم که چرا نبودم، یا لایف آپدیت بدم که بگم چی شد این مدت و براتون تعریف کنم. من تقریبا از شهریور یه ولاگ نذاشتم، یعنی تقریبا 5 ماه میشه که هیچ ولاگی نذاشتم و دلایل متعددی داشت. اول اینکه نمیدونم میدونید یا نه، من یه خواهر کوچیکتر از خودم دارم که ما دوتا خیلی به هم نزدیکیم، خیلی با هم صمیمیم و خواهرم تقریبا از 1.5 سال پیش وارد پروسه مهاجرت شد. اول آزمون آیلتس داد، بعد برای دانشگاه مختلف اپلای کرد و جواب درخواستش اومد، دانشگاه قبول شد و کلا هرچی به این پروسه مهاجرتش نزدیکتر میشد من مضطرب‌تر میشدم، برای اینکه ما دوتا خیلی به هم وابسته ایم و قبلا براتون گفته بودم خب من وقتی 18 سالم بود مامانم فوت شد و از همین یه تریگری شد که من و خواهرم خیلی بیشتر به هم نزدیک بشیم و به هم وابسته بشیم و کلا خلایی که مثلا داشتیم و با هم دیگه همیشه پر میکردیم و کلا رابطه‌مون خیلی عجیب غریب و کلا وقتی خواهرم وارد این مسیر شد دیگه قطعی جواب دانشگاهش اومد، معلوم شد کجا قبول شده و دیگه رفتنش قطعی شد، یه اضطراب منتشر دائمی به من دست داد و کلا حال روحیم خیلی خوب نبود، چون ناراحت این نبودم که مثلا داره میره، چون میدونستم داره به سمت مسیری میره که انقدر براش زحمت کشیده و لیاقتشو داشته. بیشتر نگران این همیشه بودم که چجوری میخوام این دوری و فاصله رو هندل کنم و خیلی این آزارم میداد و خیلی نگران بودم و کلا همین باعث میشد که من هیچ کاری نخوام بکنم، یعنی وجود کارهای روتین روزمره مثل بیمارستان رفتن و مثلا زبان خوندن، هیچ کار دیگه تقریبا من نمیکردم، نه ورزش، نه حالا مثلا فیلم ببینم، کتاب بخونم و کلا تایم سختی بود برای من و من اینجوری بودم که الان برای من ویدیوی یوتیوب گرفتم و تولید محتوا کردن اصلا اولویت زندگیم نیست و من نمیتونم الان یه انرژی مضاعف بذارم که هم بر این حال بدم غلبه کنم، هم بیمارستان برم، هم واسه یوتیوب تولید محتوا کنم و اصلا توی اون تایم این برای من واقعا اولویت نبود و واسه همین به خودم اجازه دادم که حالم بد باشه و یه مدت بیخیال یوتیوب بشم. یه دلیل دیگه هم که داشت، چند تا دلیل داشت. دلیل بعدش این بود که من یه مدت بود روی دستم یه سری راش میزدم که اینا میموند، قهوه‌ای میشد مثل ککمک، بعضیاشون بعد یه مدت میرفت، بعضیاشون میموند و یه روز من همجور به دستم نگاه کردم اینا خیلی زیاد شده و مثلا کل دست چپم پر اینا شده بود و خیلی ترسیدم. کلا آدم ترسویم در رابطه با بیماری یا مریضی و اینا. دیگه نوبت دکتر گرفتم، رفتم پیش متخصص پوست. متخصص پوست دستم رو دید و گفت باید نمونه برداری ازش کنیم، بیوپسی بگیریم. دیگه همونجا من پنیک زدم و اینم جاش نمیدونم معلومه یا نه، این جای اون بیوپسیه که گرفتم، خیلی کوچولو بیوپسی پوستی میگیرم و دیگه بعد یه هفته جوابش اومد که من لیکن پلان دارم، یه بیماری خودایمنی پوستیه که نوع مختلف داره. من خدا رو شکر نوع شدیدشو ندارم، برای من نوع خفیفشه، یه مدلیه که با نور آفتاب ممکنه بدتر بشه و من همیشه باید همه جا ضد آفتاب بزنم، به دستام، به صورتم و خیلی از این نظر باید از پوستم مراقبت کنم. باز وقتی جعب این اومد فهمیدم که بالاخره یه بیماری خودایمنی، یه بیماری مزمنه که درمان
نداره و تا درست خدا رو شکر برای من نوع خفیفشه، ولی خب باز همین خیلی نگران کننده بود برام. باز اینم یه عامل دیگه شد که انرژی ما خیلی گرفت. یه مدت زیاد درگیر این بودم، هی درباره‌اش سرچ میکردم، مقاله میخوندم، تحقیق میکردم، به استادم نشون دادم که مثلا اگه لازمه درمانی رو شروع کنم، که خب گفت چون مثلا خفیفه و اذیتت نمیکنه لازم نیست مثلا درمان شروع کنی، چون بیماری‌های خودایمنی هم میدونید درمان که ندارن، اینا خوب نمیشن، فقط علائمشون با کورتون و مثلا پماد کورتون خوراکی اینا علائمشون کنترل میشه، درمان نمیشه. که خب خود کورتیکو استروئیدا درسته که خیلی فایده برای ما دارن، ولی خب در کنارش یه سری عوارض هم دارن و ما باید بررسی کنیم ببینیم اگه استفاده کاست و بنفیتش باید بررسی کنیم ببینیم اگه استفادهش میچربه اینجا ما استفاده کنیم. الکی مثلا کورتون کسی مصرف نکنه خیلی بهتر. فعلا که کنترله و نیازی ندیدم که از دارو استفاده کنم و امیدوارم که همینطوری بمونه و بدتر نشه، یعنی تو همین مرحله متوقف بشه، فقط امیدواریم همینه. و مورد آخرمی که امتحان صلاحیت بالینی مهر داشتم، یه امتحانیه که همه فارغ التحصیلای پزشکی باید این امتحان رو بدن. مثلا 13 تا ایستگاه میچینن، توی هر ایستگاه استاد میذارن که از شما یه سری سوال میپرسن و شما باید مثلا اگه 20 تا سواله به 15 تاش جواب بدی، وگرنه مثلا اون ایستگاه رو میافتی. و هر کس هم حداقل میتونه فکر کنم تو کل امتحان یه ایستگاه حیاتی، یعنی یه ایستگاهی که با جون بیمار در ارتباطه بیفته، یا حداقل 2 تا ایستگاه غیر حیاتی که یعنی اگه مثلا تو اشتباه کنی جون مریضت به خطر نمیافته. و من درگیر این امتحان بودم و شبانه روز داشتم براش درس میخوندم. امتحانمونم خیلی سخت بود، ممتحنامون خیلی سختگیر بودن، ولی خدا رو شکر پاس کردم. و الانم 2 ماه دیگه من فارغ التحصیل میشم، تقریبا 2 تا بخش دیگه دارم این ماه که بخش روانم و بخش بعد که بهداشته. توی این مدت پوست و جراحی و زنان رو گذروندم و خب نشد دیگه ازشون تولید محتوا بگیرم، ولی از الان به بعد سری اتفاقا داره تو زندگی میفته. از همه مهمتر دفاع پایان ناممه که یه ولاگ درست حسابی ازش براتون میگیرم. الانم میخوام بشینم یکم درس بخونم برای اینکه استادمون خیلی ما این ماه بخش روانپزشکی هستیم، بخش خیلی متفاوتیه با بخشای دیگه و من خیلی دوستش دارم، واقعا دوستش دارم. یعنی تنها کلاسیه که من با دقت به حرفای استادا گوش میدم. استادمون یه سری مریض داره که ازمون خواسته که داروهای مریضا رو در بیاریم و درباره داروهاشون کامل مطالعه کنیم و اطلاعات داشته باشیم، چون داروهای روانپزشکی با داروهای بخشای دیگه خیلی متفاوتن. یه سری عارضه جانبی دارن که عوارضشون مهمه و کلا دسته‌بندیشون و ساختارشون فرق داره، چون روی برن روی مغز اثر میذارن، کلا متفاوتن. حالا الان میخوام صابونه درست کنم، بشینم این داروها رو بخونم و اگه خواستید برای شما یه توضیحاتی درباره‌شون میدم. تا یادم نرفته اینجا اتاق پرستوه، من الان ازش اجازه نگرفتم ولی ازش اجازه میگیرم که اومدم تو اتاقش، چون اتاق خودم بازار شام بود و اصلا حوصله نداشتم تمیزش کنم.
برید الان میام. یه کوچولو اگزاجره میکنه. خب یه خانوم 49 ساله است تحصیلاتش رو سلام، چطوری بچه خوبی؟ اومدم بیمارستان، هم بیمارستانمون که بیمارستان روانپزشکیه. بعد امروز مورنینگمون دیر شروع میشه، حدوداً 11 اینا شروع میشه. بعد ما بیکاریم مثلا تا 11، چون استاد گروه ما هم امروز نمیاد، چون گروه بندی هممون شدیم، هر 5 نفر با یه استاد کار میکنن. بعد روزایی که اینجوریه، یعنی مورنینگمون دیره، استادمونم مثلا نمیاد و نیست، بچه ها صبحونه میارن، هر کی یه چیز میاره. بعد یکی از بچه ها مثلا گاز پیکنیک میاره، زیرانداز میارن، میریم میشینیم توی طبیعت اینجا صبحونه میخوریم، چون بیمارستانمون خارج شهره، اطراف تهرانه. بعد تقریبا یه منطقه‌ایه که جنگلیه، بعد خیلی میچسبه برای پیکنیک کردن. حالا اگه رفتیم براتون فیلم میگیریم. امروز ما شیر کاکائو خریدیم، سوسیس خریدیم، می‌خواستیم تخم مرغ هم بخریم، ولی بچه‌ها گفتن تو یخچال اینجا کلی تخم مرغ گذاشتن. بخش این ماه که این بیمارستان میایم، فقط این بخش روانپزشکی و این بیمارستان میایم، چون مثلا بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اینجا نیست، بیمارستان تامین اجتماعیه. بعد به ما خوشبختانه نزدیکه، خیلی دور نیست، ولی به بقیه بچه‌ها خیلی دوره، مثلا بچه‌هایی که سمت غربن مخصوصا. بعد دیگه گفتم اینجا مثلا جنگله، میچسبه واسه پیکنیک. سوسیس‌های تهیه شده همش از گوشته. گوشت سوسکه. برو کمک کن، برو بیار یکی اینجا. آویزون کنم طرف نشه، یکم ریخت. اوه مای گاد، حلیمش خدایی همش چرا نکردم یه خط بینی من بیای. بله بفرست. همش گاز داره. بچه‌ها من یه خبری دوشنبه به دستم برسه. آره این کارو میکنم. هم پرامون با قهوه با هم بخورم. اگه بخوام حاجت بزن حاجت بگیر. نه منم برای منم بخورین دیگه، اینا عشق آره حالا دستت بذار شکر نزن. چرا اینم دارک. نه نریزون تو کثیفه. بابا چرا نمیزنی؟ بخوای شکر؟ میشه. آره بابا سامه واقعا خیلی زحمت میکشه هر روز. آره این با لباس رسم اومد. اگه اشکام رو اشکم فلاشه سفارشی سب کن آلیشکاره بچه آویشای یه دوستان موقع تخصص سوسیسون بود سوسیسولوژی و کمپای چریکی
میکنم.